از اونجایی که رشته کامپیوتر خیلی دوست داشتین اون پستش رو گفتم که یه کامل‌ترش رو براتون بگیرم. یه سری حقایق راجع به رشته کامپیوتر هست که کسی بهتون نمیگه. یکیش این که رشته کامپیوتر آینده داره یا نه. آره خیلی داره. سریع میتونی شاغل بشی و کسی تو شاغل شدنش شکی نداره. شما میتونین آزمون استخدامی بدین، میتونین مهاجرت کنین راحت باهاش، میتونین تو هر جایی بخواین استخدام بشین. این از شغلش. اما این یه شرطی داره. اینکه شما یه مهارتی رو یاد گرفته باشین، مثلا یا طراحی سایت یا حالا برنامه نویسی توی برنامه نویسی یا حالا یا کد نویسی. وردپرس نه، وردپرس بیشتر وردپرس کارا در واقع وردپرس یه قالب آماده است که بهتون میدن، اونو بگیرین کنار که اون میگه من 40 میلیون توی روز درآوردم. دروغا رو باور نکنین، چون برین نگاه کنین بیشتر از طراحی سایت ها مثلا باید تخصص داشته باشی که اون 40 میلیون رو توی روز دراری. این که میگن شما توی یه هفته یاد میگیری یا یک ماه، دیگه بستگی به خودتون داره که یادگیریتون چقدر باشه، چقدر زمان سرش بذارین. ولی یه رشته رو انتخاب کنین توی رشته‌های کامپیوتر. حالا مثلا مثال زدم دیگه براتون، حالا فرانت اند یا هر چی، یکیشو انتخاب کنین و توش تخصص پیدا کنین، حرفه‌ای بشین. بعد راحت میتونین وارد بازار کار بشین. اوکی. اما اگه فکر میکنین که فقط با درس خوندن توی دانشگاه قرار شاغل بشین یا تخصصی به دست بیارین، کاملا اشتباهه. همونطوری که وقتی کتاب زبان انگلیسی یا عربی رو تو مدرسه میخوندیم هیچی نمیفهمیدیم و نمیتونستیم صحبت کنیم، تو دانشگاه هم همینه. در واقع دانشگاه فقط و فقط مدرکه و به تلاش خودتون و یادگیریتون بستگی داره. اینا رو در نظر داشته باشید. و اینکه اگه میخواین تو دانشگاه از بقیه یکم جلوتر بیافتین، وقتی میخواین برین دانشگاه تا دانشگاهتون شروع میشه، از ترمای بالاتون بپرسین که مثلا فلان درس با چه زبانی استادش تدریس میکنه، قراره مثلا چه زبانی رو بهتون یاد بده، چون در واقع هیچ یاد نمیدن و یه جزء عجیب غریب بهتون میدن که شما مغزتون هنگ میکنه و باید خودتون برین بخونین، چون بعدش که بهتون پروژه میدن و اینا، اون پروژه رو باید تحویل استاد بدین و شما هیچی نمیدونی. اینو در نظر بگیرید، از ترمای اول بشینید اون زبانا رو بخونید که توی ترمای آخر به مشکل نخورید.